با عرض سلام و درود بپون خدمت همه دوستان. امروز ما میخواهیم که یک شیت چگونه همون در شیت ما جایگیرشوی المنتوش جایگیرشوی همون سیگنال ها و کلیدایی که برای وصل خط هستند پیشنهاد شما کنیم. خصوصا ما اینجا یک شیت داریم که برای اداره کنی یک کوره پیچ هست که ما از کنترل حرارت و یک کلیدی وصل خط و اینجا یک با کلیدی استارت استاپ برای خود همون سیگنال استفاده میکنیم و اینجا هم سه تا ولتمتر برای منبع، یک تا هم برای سیگنالی همون حالتی گرم شدن. خب سر اول شما نیاز است که اول جایگیری همین المنت ها را مشخص کنید و چگونه دیزاین همون نقش همون را چگونه طراحی کنید. اگر نرم افزار داشته باشید خیلی آسان است، اما نداشته باشید فقط واسطه مثال از کامبیناسیون موندن همینا که مثال ما اینجا مونم چگونه میشد یا که فرض کنیم اگر اینا اینجا گذارم چگونه میشد و من هم اینجا انتخاب کردگی هستم که اینا را اینجا به همین شکل میگذارم و بعد از این شما نیاز است که همه اندازه اونا را فرض کنیم جای انیقشون را معین کنید تا که همون عمل سوراخ کردن و جایگیر کنی اینها را انجام دهید. اینجا ما عمل برش و سوراخ کردن انجام دادیم. هر قدری که شما همون اندازه گیری نقطه های برش و سوراخ کردن دقیق گیرید و عمل برش و سوراخ کردن درست انجام دهید، همون قدر من ظاهر همین در شما بازه می شود و میبینید که المنت های شما جایگیر شویشون دقیق می شوند. و حاضر ما همه المنت ها رو جایش را میگذاریم و میبینیم که همون نقشه که ما کردگی بودیم برای نمود ظاهری در تا کدام حد آمده میرسد. اینجا ما همه المنت ها را گذاشتیم. این ولتمتر بود، این چراغ آگاه کننده، این هم کنترل حرارت و کلیدی وصل خط و کلیدی استارت و وصل خط. حتما هم بعد که شما جایگیر شویش انجام میتید تمام کرد سیم کشیش هم نوشته جوتوش هم حتما نویسید تا که ظاهری همیش در خیلی هم از اونا وابستگی داره و خودی کارگر و یا که یگان متخصصی که زمان تعمیر میاد میبیند که مثال هر یک نوشته جوت متعلق مثال به فلان چیز از این هم مثال منبع باشد برای وصل قدی حرارت باشد، مثال این هم برای چی است و این چراغ هم نشانگری چی است. یعنی معلومات ابتدایی از همین در شما و از همین ظاهری که در همون شیت شما هست میتواند که دریافت کند.